اول یه سوال بکنم چرا دم انتخابات میشه تازه یاد این برنامه میاد. دوم بگم اونایی که ما انتخابات پیش بهشون رأی دادیم الان کجا؟ سوم هم این که شما هم اونایی که بهتون گفتن خاص خاشاک حالا چون براتون مهم شده در انتخاباتی اومدن براتون برنامه گذاشتن. چهارم اینو پخش نمی‌کنن، همین کلمه‌ای که من میگم پخش نمی‌کنم اول تیتراژ میزنن بعد تو کل فیلم که نشون میدی حرف ما رو پخش می‌کنن. سلام کردیم دوستان، ما یه قانونی داریم بهمون پایبندیم، باید رعایتش کنیم. دوستانی که اینجا ثبت نام کردن دوستان سال همه تلویزیون، مطبوعات، اینترنت همه چی دست خودشونه. حالا میگم به حرف من نرد. خب بفرمایید گوش بدید عزیز بفرمایید. شما نمیتونید دو دقیقه مصاحبه این که مردم رو تو خیابون بزنن بیقانونی نیست. این که کسی رو بدون دادگاه بندازن حبس خانگی بیقانونی نیست. اینا باید با مستندات مشخص میشه، همینطوری نمیشه. یه دادگاه بذاریم همونی که بدون مستندات حرف زدن مردم رو به خیابونا کشوندن که باکسیان یه عده به اسم خط و خاشاک مهر خورده بشن. به افتخار خودتون